ادامه میدیم به حل کردن تست های صنف های 9. تست هشتم میگوید ماشین از حالت آرامی با شتابی 1 متر تقسیم ثانیه کوادرات به حرکت شروع کرد. بعد 5 ثانیه ماشین به حرکت منتظم شروع کرد. انرژی کینتیکی ماشین رو بعد ثانیه پنجم یابید. یعنی که جسم بعد 5 ثانیه اگر سرعت معین را صاحب شد و اگر با همین سرعت حرکت کند انرژی کینتیکی اون چقدر میشود؟ ما میدونیم که انرژی کینتیکی از روی فرمول K برابر mv کوادرات تقسیم 2 معین کرده می شود. در اینجا ما باید سرعت ماشین را یابیم. از فرمول سرعت در حرکت ثابت شتاب استفاده میبریم. v برابر است به v0 جمع at و از بس که ماشین از حالت آرامی حرکتش را شروع میکند v0 آن به 0 برابر است. پس v برابر میشود به at برابر میشود به 1 ضرب t ما چقدر است؟ 5 ثانیه. این میشود 5 متر تقسیم ثانیه. و متاسفانه در اینجا از سبب خطاگی تکنیکی مسای ماشین قید نشده است. اگر مسای ماشین می بود ما انرژی کینتیکی آن را میافتیم با استفاده از همین فرمول انرژی کینتیکی، یعنی سرعتش را ما یافتیم. K برابر میشد با فرض کردیم که مسای ماشین 1200 کیلوگرم باشد. اگر این میشود 1200 ضرب 5 یعنی سرعتش در کوادرات تقسیم 2. 1200 تقسیم 2 میشود 600 ضرب 5 در کوادرات 25. 600 ضرب 25 این میشود 15000 جول یا اینکه 15 کیلو جول. این بود تست 8. تست 9 میگوید که اگر حالت آزادافته جسم 4 ثانیه دوام کرده باشد در این وقت جسم چقدر راه را طی کرده است. در اینجا از فرمول بلندی افتش آزاد استفاده میبریم. h برابر است به g t کوادرات تقسیم 2 که این رو فرمول گالیله هم میگویند. g t کوادرات تقسیم 2 در اینجا قیمت های عددی رو میگذاریم. g ما به 10 برابر است. 10 ضرب وقتی ما 4 ثانیه است در کوادرات تقسیم 2. 4 کرده 4 16 ضرب 10 میشود 160 تقسیم 2 این میشود 80 متر. یعنی جواب تست 9 80 متر است. یه هست. جواب تست 8 اگر ما 1200 کیلوگرم گیریم 15 کیلو جول میشود. تست 10 میگوید که دو کاندنساتور گنجایش هر کدامش یک خیله و به 3 برابر موجود است. نسبت گنجایش عمومی آنها را هنگام پیوست پارالل و پی در پی یابید. یعنی که در یکم حالت کاندنساتورها به همدیگر پارالل پیوست میشوند. یعنی در اینجا 3 داریم، اینش هم 3. در دوم حالت آنها پی در پی پیوست میشوند. 3 نسبت گنجایش عمومی در حالت اول بر گنجایش عمومی در حالت دوم یافته شود. در حالت اول هنگام پارالل پیوست شوی گنجایش کاندنساتورها به همدیگر جمع می شود. یعنی که 3 جمع 3 می شود 2 3. در حالت پی در پی باشد 1 تقسیم 3 در حالت دوم برابر است با 1 تقسیم 3 جمع 1 تقسیم 3 یا اینکه 3 مخرج عمومی می شود 1 جمع 1 2. اگر 3 2 رو خودش را یابیم کسر رو چپا میگردانیم میشود 3 تقسیم 2. مثل همون تستی که در بالا کار کردیم تست 4 بود به فکرم برای مقاومت ها. پس ما باید یابیم که 2 3 نظر به 3 تقسیم 2 چند مرتبه کلان است. پس می یابیم 3 1 تقسیم 3 2 برابر است به 2 3 تقسیم 3 تقسیم 2. این 2 بالا میرد میشود 4 3 با 3 اختصار میشوند. یعنی که 4 مرتبه زیاد است. این بود تستی 10 المپیادای خوانندگان صنف 9.